دوستان من، به زودی پاداش شکیبایی خودتون رو خواهید گرفت. من آخرین پاداش رو برای آخر نگه داشتم. من به تازگی نوشدارویی برای قدرتی بی‌نظیر کشف کردم. این معجون به زودی روی قفسه تمام خانه‌های هاتفورد یافت خواهد شد. این اکسیر از روی نسخه باستانی ساخته شده. در اون گل‌های پاترون، شهد مارگوین، پودر دندان اژدهای آرکتیکان به کار رفته. تمام این مواد با جادوی قدرتمند لکورین با هم ادغام شده. در پیچ بعدی روستایی که همه اهالی اون از این اکسیر جادویی خریدن و در عرضه شب تمام بیماری ها حتی تارکات هم ریشه‌کن شد. این اکسیر قیمت گزافی داره و حتم دارم از خودتون میپرسید که بهای داشتنشو میتونم بپردازم یا نه. ولی سوالی که واقعا باید بپرسید اینه که میتونم بهای نداشتنشو بپردازم؟ تو دروغ میگی شنگ سونگ. اکسیرات به هیچ دردی نمیخورن. معذرت میخوام. شما؟ یه نفر که اونقدر احمقه که حرفاتو باور کرده. وقتی پاتو گذاشتی تو مزرعه من، دخترم داشت میمرد. قول دادی براش معجزه کنی. منم دار و ندارم و بهت دادم، ولی چند روز بعد اون مرد. نه غیر ممکنه. امکان نداره جادوی من کاری از پیش نبرده باشه. جادویی در کار نیست. من اکسیرتو بردم پیش ساحر امپراتوری. میدونی چی گفت؟ این هیچی نیست. این اکسیر نیست. این فقط یه دمنوش ساده است. ساحر اشتباه کرده آقای عزیز. اکسیرای من کیفیت خیلی خوبی داره. تأثیرشون رو تضمین میکنن. تغییر ظاهرت واقعا حقه بی‌نظیری بود. اهالی پشت آب به یه پیرمرد راحت تر اعتماد میکنن. نکنه از طرف یه مشتری ناراضی اومدی اینجا؟ اگه دنبال انتقامی، خب بگیر. اگه دنبال غرامتی، هیچی برام نمونده که بدم. شنگ سونگ، من میخوام تو رو به مقام برسونم. میخوام تو رو تبدیل به همون ساحری کنم که الان تظاهر میکنی هستی. این لطف بزرگی. حالا چرا من؟ تو به طرز عجیبی انعطاف پذیری. به جز تو کی میتونه با سفر در مناطق میانی دنیای بیرون و فروختن اکسیرای به درد نخور و جادوی قلابی زندگی کنه؟ زندگی آره؟ به این میگن نمردن. ولی لیاقت تو بیشتر از ایناست. تو باید بین پادشاه ها زندگی کنی، نه رعیت. ولی قبل از این که به دنیا بیای علیه توطئه کردن کسایی که میدونستن تو چقدر بزرگ خواهی شد. تو اینا رو از کجا میدونی؟ تو کی هستی؟ من قاصد تو هستم شنگ سونگ. با من بیا تا سرزمینا رو به پات بریزم. یک عصر جدید. کنگ لاو. امسال محصول خیلی خوبی شده کنگ لاو. آره واقعا نعمت بزرگی ریدن.
نکنه ترجیح میدادی گشنه بمونی؟ نه معلومه که نه، ولی ما از وقتی بچه بودیم داشتیم تو این زمینا کار میکردیم. 40 سال دیگه هم همینجا خواهیم بود و عین اون پیر مرد وین خمیده و رنجور بشیم. من که از وقتی یادم میاد تو میخواستی فنگچیان رو ترک کنی. چرا اینجا احساس خوشحالی نمی کنی؟ میدونی اجداد ما تو نبردهای خیلی بزرگی جنگیدن و با افتخار و شکوه مردن. بابا قصه ماجراجویی ما به گوش چند نسل بعدیمون میرسه، باید خوب باشه. قصه ما شاید با شکوه نباشه، ولی کاری که میکنیم به رشد روستا کمک میکنه. میدونم، ولی یعنی اشتباهی که دلم یکم هیجان بخواد. خب اگه دنبال هیجانی میتونیم با هم دیگه مسابقه بدیم. هر کی قسمت خودش رو دیرتر تموم کنه برای اون یکی تو رستوران مادام بو شام یعنی میخره. میگی تو سریعتر از من کار میکنی؟ از کی تا حالا؟ قبول ریدن. دلم داره ضعف میره. یعنی مادام بو امشب چی درست میکنه؟ این واقعا خیلی فوق‌العاده است. برای شما دوتا هر چی که بخوای. ممنون مادام بو، داری لوسمون میکنی. شما مثل پسرای نداشتم هستین. این مدت درسای منو تمرین کردین یا نه؟ کاش میتونستیم. فصل برداشته، وقت برای هنرهای رزمی نمیمونه. وقتی دهن باز میکنی فقط داری بهونه تراشی میکنی. اگه خودتو آماده نکنی آماده سازی رو جواب نمیده. خوبه، پس فراموش نکردی. ولی ببینم میتونم امشب برات شام مخصوص آماده کنم یا خوشحالم نه. که مهمون تویی. مادام بو ممکنه عصبانیتش رو سر صورت حسابم در مهمون بیاره. منی؟ تو کارتو دیرتر تموم کردی. ولی من گاریمو زودتر رسوندم. رسوندی؟ باید زودتر پرش میکردی پسر. تا جایی که یادم میاد پس میخوای اینجوری بازی در نیست. بیاری؟ نظرت چیه مرد و مردونه تکلیف رو معلوم کنیم؟ یعنی میخوای مبارزه کنی؟ دقیقا همین الان و همین جا. مادام بو هم میتونه تماشا کنه و فرممون رو نقد کنه. هر کی دو رو ببره. همینطوره. ولی خیلی باید مراقب باشی. اگه چیزی رو بشکنیم مادام بو ممکنه ما رو از اینجا بندازی بیرون. اوه، مبارزمون اونقدر طول نمیکشه که چیزی بشکنیم. تو یه چشمم زدن شکستت میدم. بجنگید. لازمه یه رانده دیگه هم بریم، دوتامون میدونیم تش چی میشه. هنوز نتونستی شکستم بدی. اون روز هم میرسه کنگلا. با این حرفا به دلت صابون نزن. گرسنم بودا.
غذاتو مثل همیشه لذت بخش بود مادام بو. ممنون ریدن. من همیشه از غذا درست کردم برای شما لذت میبرم. مادام بو، لینکوی ها منتظر جواب شما. من سرم خیلی شلوغ اسموک. لینکویا؟ اینا دیگه کیه؟ نمیدونم، حتی نمیدونم تاش چی میشه. به نظر تو بهترم باید باشی. مادام بو، کار خیلی راحتیه. یا هزینه محافظت ما رو میدی یا ریسک خراب شدن اینجا رو میپذیری. هیچی از من بهت نمیماسه. ولی اینجوری خیلی بد میشه مادام بو. مادام بو، شما دوتا به نظر آدمای شجاعی میاین ولی دارین پارو دوم شیر میذارین. ببین ما برامون مهم نیست کی هستی از طرف کی اومدی، ولی حق نداری از مادام بو زهر چشم بگیری. بجنگید. آدم بدی رو برای گوشمالی دادن انتخاب کردی. حالا کی پارو دوم شیر گذاشته؟ اینا رو هم تو زدی؟ راستش خودمم غافلگیر شدم. زود باش، باید بریم سراغ مادام بو. الان سر جاتون یخ میزنی. اون چطوری این کارو میکنه؟ منم نمیدونم. شما تو کار لینکوی دخالت کردین. برید وگرنه با خشم ما مادام مواجه بو رو میشید. ول کنیم اصلا امکان نداره. بیا اینجا ببینم. بازم میخوای؟ بازم دارم بیا. باید تا فرصتش بود فرار میکردین. حاضر باشین که از دخالت تو کار لینکویی پشیمون بشین. بجنگید.
اینجا. راستش من هنوزم پشیمون نشدم. تویی که باید پشیمونشی پارودم شیر گذاشتی، نه من. خیلی بیکفایتی. اوه این یکی شد. دیگه خستم کردی. پس هرچه زودتر بزن به چاک تا مثل بقیه لینکویی ها ناکارت نکنم. خدا رو شکر که تا حالا با هیولای بزرگ لینکویی رو در رو نشدی. شرمنده، ولی میخوام بپرسم هیچ کدوم از این لینکویات بلدن مبارزه کنن؟ مطمئنی واقعا یه هیولای بزرگی ها؟ جالبه. کنگلاو بیا اینجا. مادام بو بدنش سرد شده. وای نه، یعنی مردم؟ نه هنوز. مادام بو چطوری تونستی؟ کنگلاو اونجا رو. خب مادام بو اینا آمادن؟ شاید یکم کنزن باشن، ولی آره آماده ان. چشمات داره برق میزنه. من لورد لوکنگ، خدای آتش و محافظ قلمروی زمینم. خدا؟ قلمرو زمین؟ مادام بو از زمانی که بچه بودین داشته شما رو برای این لحظه آماده می کرده. امروز ثابت کردین که ارزش پیوستن به گروه قهرمانان. این مبارزه امتحان بود؟ آزمون توانایی و شخصیت شما بود، بله. بیهان کوایلیانگ.
خب پس این دوتا آدم کش نیستن؟ لینکویی قبیله دفاع از قلمروی زمین به قدمت 1 قرنه. چرا همش میگی قلمرو زمین؟ منظورت زمین نیست؟ پسرا هنوز خیلی چیزا باید یاد بگیرن. زمین تنها بخشی از قلمروی زمینه. قلمروی زمین خودش به تنهایی یکی از بیشمار قلمروهاست که در کنار هم کل جهان هستی رو تشکیل میدن. قلمروها ممکنه حریفای سرسخت و تلخی برای هم باشن. برای همینه که برای دفاع از خودمون به قهرمانان نیاز داریم. کم کم داریم به زمان مسابقات هنرهای رزمی بین قلمروی زمین و قلمروی دنیای بیرون نزدیک میشیم. این مسابقه قرنی 1 بار برگزار میشه و هر قلمرویی میتونه قدرتشو به نمایش بگذاره. در حالی که قلمروهای ما در صلحن، جهانهایی هستند که دوست دارن ما درگیر جنگ باشیم و پیروزی ما در این مسابقات هیجانشون رو بیشتر میکنه. من هرچی میتونستم بهتون یاد دادم. حالا آموزشاتون رو با لرد به پایان بازم برسونید. آموزش؟ اونا که نتونستن ما رو شکست بدن. چیه؟ جلوی مشتاشون رو گرفته بودن. اگه عقب نکشیده بودیم جون سالم به در نمی بردیم. بیاین، راهبای آکادمی ووشی منتظرن آموزشاتون رو ادامه بدین دوستان. من آمادم لرد لوکنگ. تو چی ریدن؟ فینگ جانو ترک کنیم؟ اینجا به همون نیاز دارن. قلمروی زمین بهت نیاز داره ریدن. اگه از قهرمانای قلمروی زمین باشی بهتر به روستات خدمت میکنی. متوجهم. منم به زودی بهتون ملحق میشم، ولی اول باید برم قهرمانای دیگر رو جمع کنم. دو، آقای آلیست جانی کیج. راهمونو گم کردیم. بیا برگردیم. باید از همین راه برگردیم. از این طرفه. معبده. گندش پسرن آلیسیا. مثل اینکه تیرا از اینجا اومدن. میتونی بازش کنی؟ بدون اینکه به کشتنمون بده؟ امیدوارم بتونم. خاموشش کن. آره دیگه داره گرمتر میشه. چطوری هنوز میسوزن؟ نفت از داخل زمین میجوشه بیرون و به یه شکلی تو اتاقکا جاری میشه. تاراوالا و سپرش چیه؟ ببین خب رو زمین یکم فلزه. این فلزا معمولی نیستن. جیوه مایل. اوه خدای من این سمیه. خیلی کشنده است. پا تو میذاری اونجایی که من میذارم. فهمیدی چی گفتم؟
صبر کن، من همین الان بهت چی گفتم؟ معذرت میخوام. بی خیالش. از سر را برش دار. این پوله رو؟ اگه کارتو درست انجام بدی از سر راه میره کنار. کالیماها پس واقعی تو به کارت برس، من به خدمت خانما میرسم. شما خواب کاتالاوالا رو به هم زدین، به خاطر این گناه میمیرین. بجنگید. دیگه واقعا خستم کردی خانم جون. عجب امتیازی. من وقت مردن ندارم خانم روانی. رو به راهی؟ زیاد. حاضر شد؟ فیزیک در راستای برد. بزن بریم. این حتما چند میلیون میارزه. ولی در جریانی که مال موزه است. آدم! دستت بهش نمیرسه. تو هم لازمش نداری. میدونی چرا؟ چون مردی. تازه همین الانشم دوست منو کشتی. منم آدمی نیستم که ببخشم و فراموش کنم. بجنگید. این یکی به خاطر آدم بود. نوش جونت.
خب اون سپره کجاست؟ من هنوز شکست نخوردم. چرا خوردی داغی خبر نداری؟ دیگه وقت خونه رفتن عمو جون. کات عالی بود. آره خودم میدونستم، حسابی باش حال کردم. شما هم حال کردین دیگه نه؟ معبد کاتاراوالا برداشت 39 پایان. معرکه بود. استیون این یکیش واقعا حرف نداشت. دمت گرم. این اون قدیم ندیما. این سپرا رو بگو. جیمو واقعا گل کشته. کارت حرف نداشت جانی. هی در مورد نقشم میدونی اون قضیه زامبیای کارت باسه داشتم فکر میکردم 4 تا فیلم یا سریال از توش در میاد. باور کن خیلی حال میده. جانی من واقعا اینجا نه. لباس که عوض کردم یه سر میام دفترت با هم دیگه حرف بزنیم. خوبه؟ نمیشه. باید برم به سردبیرا سر بزنم. مارشا بهت زنگ میزنه. عالیه. بده دستیارت به زنگ بزنه. عالی بودی عزیزم. جدی میگی؟ پس باید جشن بگیریم ها؟ موافقی با هم دیگه بریم یه جشن بگیریم؟ جانی باید با هم دیگه حرف بزنیم باشه؟ عزیزم تو دیگه اون ستاره هنرهای رزمی که یه زمانی بودی نیستی. شانس آوردی که استیون بهت مدیونه. باور کن کریس مشکلی نیست. میشه لطفاً یه بار بیای توی دنیای واقعی؟ فقط یه بار. در بساط نداریم، باید صرفه جویی کنیم. صرفه جویی؟ اون وقت سر چیه؟ در قدم اول این خونه. خودم یه فکری میکنم. جانی نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. تو 10,000 تا سر اون مجسمه دادی، 30,000 تا هم برای اون پهباد. یا اون شمشیر مسخره 3 میلیون دلار بود. آی سنتو خود تاریخه. اون شمشیر رو ببین چقدر قشنگه. حرف من این نیست جانی. ریس صبر کن. این نقشا این پولا همشون باز دوباره داره میاد. این فیلم استیو تازه اولشه. برای همینم نمیتونم کوتاه بیام. برای اینکه موفق شم باید یه نقشه‌ای بریزم. باور کن اگر نه میدونی کار جانی کیج تموم میشه. من با جانی کیج ازدواج نکردم. من با جان کارلتون ازدواج کردم و حاضرم همه چیمو بدم تا اون برگرده. کریس بی خیال. کجا داری میری آخه؟ گندش بزنن. خیالت راحت شد آقای آلیست؟ خوب شد که برگشتی عزیزم. کریس من واقعا کریس کجاست؟ تو کی هستی؟ همسرت رفت. حالش خوبه. تو هم اگه با هم همکاری کنی طوریت نمیشه. خب بگو ببینم از من چی میخوای؟ سنتارا. ببینم تو رو اجیرت کردن یا واقعا تاریخ سنتو رو میدونی؟ میشناسمش. شمشیر خونوادگی مونه. نه امکان نداره تو از قبیله تایرا باشی. اونا چنده هست که مردن. اونا نمردن، مخفی شدن. وقتی سنتو رو به دست بیارم همه رو از تاریکی به بیرون هدایت میکنم. نقشه خوبیه غریبه. فقط یه چیزی، سنتو مال منه، همینو بس. منم نمیام دو دستی تقدیمت کنم. بجنگید. زنی به کارتون پسر جون. من خودم ختم سیستمای امنیتیم.
تمومه. خونه من و قوانین من. خیلی خوب، بگو ببینم اسمت چیه عمو جون؟ کنشی تاکاهاشی. میدونستم از قبیله تایرا نیستی. تا هیچی نمیدونی کیج. 400 سال پیش قبیله تایرا یکی از برجسته ترین خانواده ژاپن بودن، در جریانی که بعد از اینکه تو محاصره آموری کشته شدن سنتو رو از دست دادن. چند نفر زنده موندن. اسمشون رو از تایرا به تاکاهاشی تغییر دادن و مخفی شدن. برای محافظت از خودشون به باکوتو ملحق شدن. پس اجداد یاکوزان از خانواده برجسته شدن خانواده جانی. من قبیلمونو از ننگ اسم یاکوزا پاک میکنم. دوباره اسم و موقعیتمونو پس میگیریم. ولی قبیلم دنبال روی من نمیشن مگه اینکه ثابت کنم که قدرت فرماندهی رو دارم. برای همین به سنتو نیاز دارم. خیلی خوب، اینم از بهترین غذای مالی بود. قصه خوبی تعریف کردی، دمت گرم. چرت و پرت بود ولی خوب بود. به نظرم حتما برو فیلمنامه نویس شو. خب ببینم اینجا چه خبره؟ این مسخره بازیه چیه دیگه؟ شب بخیر جانی کیج. من لو کنگم، محافظ قلمروی زمین. میشه بیایم تو؟ اینجا شکار مکار ندیدیم. مطمئن این آدرس درست اومدیم بچه ها؟ بله، ما به خاطر مسئله مهمی اومدیم اینجا. باید با خودت و مهمونت حرف بزنیم. چی؟ تو از کجا میدونی کسی اینجاست؟ حتما نمیدونی، من خدای آتشم. ای کریس واتسات، کارت عالیه. آره حتما، بفرمایی تو، بفرمایی. جلو در بده. چشای درخشانت هم خیلی باحالا. تو هم خوش تیپی. کنشی تاکاهاشی، یه شخصیت درد کشیده با آرمانی نو. کاری که امشب کردی کمکی به اعتبارت نمیکنه. اینا دیگه کیان؟ اینا که جنابالی باید بگی. بازیگرای همراهتن دیگه نه؟ من در جریان مشکلات تو هم هستم جانی کیج. اومدم که یه راه پیش پای هر دوتون بذارم. دان دان دان. آی بی خیال بچه، تمومش کنه. که ایست واقعا احمقی که همچین برنامه را انداخته. اینجور شوخی که میدونید که یه جورایی زیادی تابلوه. هیچ شوخی در کار نیست. بیهان کوایلیانگ، میشه لطفاً؟ خیلی خوب رفقای بازیگر. منم نقش خودم رو سعی میکنم به خوبی بازی کنم. سرکار خانوم باید به خواستاش برسه دیگه. خیلی خوب. هی تو، همین الان دستتو بکش کنار. گفتم دستتو بکش. این کار لازم بود برادر. باید میشوندمش سر جاش. این گردون هیچولی بود، میفهمین؟ لینک نداشت. خیلی خواب دیگه، برام مهم نیست دارین شوخی میکنین یا جدین. از حد گذروندین. بجنگید. توقع داشتم بهتر از اینا بازی کنی بسر جون.
و تمام. امیدوارم بیمه داشته باشین، چون پول گلدون من باید بدین. ای ابله، روحت هم خبر نداره با چی طرف شدی. کافی. انصافاً این دیگه جلوه ویژن نبود، واقعی بود. همینطور جانی کیج. کوایلی هنگ. خیلی خوب، برگردیم سر خونه اول. تو گفتی کی هستی؟ لورد لوکنگ، محافظ قلمروی زمین، خداوندگار آتش. خب حداقل آخری رو درست گفتی، ولی گفتی قلمروی زمین چی؟ همه رو برات توضیح میدم جانی کیج. فعلا مسئله مهم اینه که شما 2 نفر انتخاب شدین که به قهرمانای قلمروی زمین ملحق بشین. اون وقت چرا این؟ اصلا چرا من؟ چون مطمئنم تو از پس این چالش برمیای و به این خاطر که خدمت رسانی شما میتونه زندگیتون رو تغییر بده. سه فرزند برگزیده ریدن. به نظرم اصلا فکر خوبی نیست. بی‌نظیر ریدن. دفعه بعد که ساب زیرو رو ببینیم باید به خاطر الهام بخشیدن به این ازش تشکر کنیم. دیدی؟ خیلی موثر نیست. شاید زیادی موثره. فقط باید یکم بهش عادت کنیم. الان چند ماهی که اینجاییم. خب من اگه اون هیولای دنیای بیرون رو نبینم چطوری میخوام روشون فنون سینمایی و جادوی پیاده کنم ها؟ یعنی تو برای این اومدی؟ لوکن گفت اینجا زندگیمو تغییر میده، منم اومدم. گفت این کار همینطوری انجام میشه. مطمئنم زنم از اینکه ولم کرده پشیمون میشه. اصلا هم خودخواه نیست. ای بابا ولمون کن. تو که فقط اومدی شمشیر تو پس بگیری. ما هر کدوم یه دلیلی داشته که اومدیم اینجا. حالا مال بعضیا بهتره، ولی نیومدیم اینجا که با خودمون درگیر بشیم. اومدیم اینجا که به خاطر قلمرو زمین بجنگیم. خیلی خوب، دیگه فکر کنم وقتشه. امروز یکی از شما انتخاب میشین تا تو این مسابقه مبارزه کنین. فقط یکیمون لورد لوکنگ؟ مگه دنیای بیرون بیشتر از یه قهرمان نداره؟ قوانین مسابقات این امتیاز رو به قلمروی میزبان میده و امسال میزبان دنیای بیرون. میدونین چیه؟ من نمیدونم چرا تا الان این سوالو ازتون نپرسیدم، ولی رکورد ما تو این مسابقه دقیقاً چیه؟ قلمروی زمین و دنیای بیرون مدت هاست که با هم برابری میکنن، ولی دنیای بیرون داره قدرت میگیره و میخواد پیروز شه. دسته ستیزجو جسورترم هست، خیلی جسور. فکر میکردم تحسینشون میکنین. بله، اونجا دانش، ثروت و زیبایی زیادی داره، ولی قلمروی ما اهداف و اعتقادات شباهتی به اونا نداره. دلیل حضورمون در کنار هم اینه که دنیای بیرون به قدرت ما احترام میذاره. اگه از خودمون ضعف نشون بدیم، رقیبمون تبدیل به دشمنمون خواهد شد. ولی من شکست نمیخورم لورد لوکنگ. اول باید حقوقی رو به دست بیاریم که معرف ماست. هر کدوم از شما بیش از بقیه دووم بیاره منتخب ما خواهد بود. ریدن، وقتش بیای جلو. چه انتخابی؟ اول ضعیفا رو صدا میکنه. تو باید باهاش مبارزه کنی جانی کیج. آماده تمومش کنی یا نه؟ خیلی خوب، بیا تمومش کنیم. ولی اون بچه کشاورزم باید باشه. من یه ورزشکار هنرهای رزمی برجسته‌ام. فکر نمی کنم بتونی این حجم قدرت رو تاب بیاری. من آمادم جانی کیج. ذهن رو هم در قالب یه هویت واحد می جنگن. بجنگید.
این مبارزه باعث افتخارم بود. قابلی نداشت. کنشی تاکاهاشی، نفر بعدی تویی. تو مهارت داری ریدن، ولی واقعا بی تجربه ای. هر تجربه‌ای که نداشته باشم و با جون و دلم جبران میکنم. به اون میگن پر روی نداره جون. بیا مبارزه کنیم. مبارزه رو بلدم، تا حالا 100 بار مبارزه کردم. بجنگید. هنوزم دل و جرأت منو زیر سوال میبری؟ دیگه نه. پیروزی شایسته‌ای به دست آوردی رفیق. وقت استراحت ریدن. امشب باید با حریف نهاییت روبرو بشی. من که میگم کنگلاو میبره. واقعا داره جالب میشه. سر سنت و شرط ببندیم. سر اون که عمرن. ریدن، کانگلاو برنده این مبارزه به عنوان نماینده قلمروی زمین با دنیای بیرون مبارزه میکنه. وظیفه سنگینیه که نباید اونو سرسری بپندارین. اگه الان انصراف بدین هیچ ننگی به شما وارد نیست. من میخوام مبارزه کنم لورد کنگ. منم همینطور. پس بهترین فرد پیروز میشه. کوتاه بیا ریدن. تو تا حالا منو شکست ندادی، الان هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه راهبه ها یه چیزی بهمون یاد داده باشن اینه که تنها مسئله مداوم دنیا تغییره. بجنگید. همش شانس بود ریدن. تو هم مثل رعد و برق فقط یه ضربه میتونی بزنی. هر چیزی تو این دنیا یه اولین باری داره کنگلاو.
شما با اینکه خوب آموزش دیدین ولی به درجه ممتاز نرسیدین. این نتیجه منو غافلگیر نمیکنه. چطور میتونم؟ تبریک میگم ریدن. برای رقابت به این نیاز داری. این به دست خدایان کهن ساخته شده. به صاحبش قدرتی فراتر از رعد و طوفان میده. زود باش، امتحانش کن. یا خدای بزرگ، اینجا رو نگاه کن. باور نکردنیه. یعنی لازمه؟ دنیای بیرون که باهاش مواجه میشی علاوه بر قدرت زیاد از جادوی زیادی هم برخورداره. با این شرایط بازی برابر میشه. خیلی باید مراقب باشی ریتن، ممکنه صدمه ببینی یا حتی بمیری. هیچ شرکت کننده ای در این مسابقات تا به حال نه صدمه دیده نه کشته شده. من هرگز قهرمانام و راهی مبارزات مرگبار نمی کنم. 7 روز دیگه عازم پایتخت دنیای بیرون یعنی سوندو میشیم. مسابقات در قصر ملکه سیندل برگزار خواهد شد. دنیای بیرون میتونه برای ساکنین قلمروی زمین بیگانه و مدهوش کننده باشه. نباید غرقش بشین. باید تمام تمرکزتون رو انجام وظیفه باشه. میدونی چیه تو؟ حس میکنم واقعا از کانزاس خارج شدیم. خدای من، چرا؟ اونا دخترای ملکه سیندلن. باور کن که اینا رو نمیشه ناامید کرد. ما سفیرای قلمروی زمینیم. باید بهشون احترام نشون بدیم، نه توجه ناخواسته. لورد لوکنگ، خوش اومدین. سپاسگزارم شاهزاده میلینا. خواهرمو که خاطرتون هست؟ البته. شاهزاده کیتانا. اجازه بدین جانی کیج، کانگ لاو، نمیشیتا کاهاشی و قهرمان قلمروی زمین ریدن رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم آماده باشی ریدن. قهرمانای ما مصمما پیروز شن. ولی من بیشتر از همشون مدت هاست که ما با پیروزی آشنایی. شاهزاده میلینا، باید راه بیفتیم. ملکه سیندل منتظر ما هستن. ممنون تانیا، لطفاً دنبالم بیای. اینا اهالی سنتوری و شوکانن. 6 موجود مسلح ناکنادان هستن. راهبه ها در موردشون گفته بودن ولی دیدنشون از نزدیک فرق میکنه. اینطور که پیداست اولیا حضرت بازم برای این جشن هزینه زیادی کرد. نباید بکنن. همه این کار به یاد مرحوم پدرمه. من تحسینشون میکنم، قضاوت نمیکنم. منم مثل تمامی اهالی دنیای بیرون ارزش زیادی برای دوستی جهود قائل بودم.
پاسبان ارشد، باید راه ما رو باز میکردین. این مراسم نباید به تأخیر بیفته. یعنی باید اجازه بدم تارکاتانا این شهر رو آلوده کنن اولیا حضرت؟ اونایی که دستگیر کردن به جای اینکه گزارش بدن و قرنطینه‌شون کنن اونا رو رسوندن اینجا. قلمرو زمین نباید درگیر اسرار ما بشن لیمی. تو باید قدرت تشخیص بهتری داشته باشی. شایدم توقع بیش از حدی. به نظرم که شاهزاده ملینا اصلا از اون خوشش نمیاد. لیمی قبلا فرماندهی اون گادی یعنی نگهبانای قصر رو به عهده داشت. تحت فرماندهی اون بود که پدر شاهزاده به قتل رسید. نگرانی بی هدف انرژی رو میبلعه. ولی من تو مسابقه شکست میخورم. باید روی عملکرد تمرکز کنی، نه نتایج. تنها چیزی که میتونی کنترل کنی همینه. زنگ خطر بچه، شخصیت شرورم پیدا شد. ژنرال شاه، پا روی دمش نذار پسر. نظر منه؟ یا قهرمان قلمرو زمین از همیشه نحیفتر شده؟ میخوای قدرتشو امتحان کنی؟ ریدن حتما میتونه. قطعاً اون خودشو به زودی اثبات میکنه. هنوز با اکثر اهالی قلمرو زمین نگفتی که دنیای بیرون وجود داره؟ اونجوری خطرش کمتره ژنرال. به گمونم همینطوره. ذهن شکننده مردم شما نمیتونن حقیقت رو هضم کنن. فکر کنم تو اونا رو شکننده میدونی ژنرال. دقت نمی کنی که چند بار تا به حال برنده مسابقه شدن، نه؟ ما قهرمانانتون رو نابود میکنیم کانگ لعا. باید پیروزی رو تو خواب ببینه. خوش اومدین اعضای امارت دربار. خوش اومدین مهمونای ما از قلمرو زمین. یک بار دیگه جمع شدیم تا میراث همسر مرحومم رو گرامی بداریم و این مسابقه که ایشون به همراه لرد لوکنگ به امید ایجاد صلح بین قلمروها بنا نهادن رو تداوم ببخشیم. باشد که روح جرود از جنگل زنده‌ای که در اون آرامش یافته با افتخار نظاره‌گر ما باشد. لورد لوکنگ. ملک سیندل، باعث افتخار منه که بار دیگه مهمان شما باشم. ما همیشه پذیرای شما هستیم. خب اجازه بدین با قهرمانانتون آشنا بشیم. قهرمان قلمروی زمین ریدن اولیا حضرت. اون با داشتن برترین ویژگی های مردم قلمروی زمین این جایگاه از آن خودش کرده. به نظر نگران میایی مرد جوان. خب غریبه‌ای در سرزمین ناآشنا هستم. اومدم با برترین های مبارزه رقابت کنم. بله، یک کمی نگرانم. بایدم باشی. دلیلش هم اینه که راه خیلی سختی در پیش داری. مراسم شروع می شود. طبق سنت ها اولین شرکت کننده دنیای بیرون پاسبان ارشد سوندو خواهد بود. لیمی. می هم حافظ شکوه سرزمین ماست و هم نظم رو در پایتخت ما برقرار میکنه. اولیا حضرت، باعث افتخار من و تمام مردم دنیای بیرونه که در این مبارزه شرکت کنم. اگر این چنینه پس فرای سطح انتظارات من هستی. یادت باشه اگه به خاطر سنت جرود نبود الان تو هم اینجا نبودی. فقط کافیه تمامه تلاش تو به کار ببندی، بقیهش به خودی خود حل خواهد شد. بله لورد لوکنگ. ببینیم چند مرد حلاجی. خوشبختانه این اولین مورد از پیروزی‌های مکررم میشه. من شکستت میدم زمینی.
این مبارزه بیشتر از اونی که بتونی تصور کنی برای من مهمه. مبارزه. شرافتمندانه مبارزه میکنی زمینی، ولی اصلا کافی نیست. باید اعتراف کنم که رفتی رو مخم. به خاطر این مبارزه ممنونم پاسبان ارشد. کارت عالی بود ریدن. مبارزه خیلی خوبی بود. باید ببینم در مبارزه بعدی چی کار میکنی. ژنرال شاو، شرکت کننده بعدی که انتخاب کردی کیه؟ اولیا حضرت، من معاون خودم ریکو رو انتخاب کردم. ریکو وقتی بچه بود در جنگ کالالا یتیم شد، ولی روحیه شکست ناپذیری کسب کرده. اون با چنگ و دندون خودشو حفظ کرد و زنده موند. بعد از اون جنگ اونو پیش خودم آوردم. اونو تبدیل به بهترین سرباز کردم. عده بسیار کمی هستن که این چنین راه و رسم جنگ و یاد گرفته باشن. تو توی ارتش خدمت کردی؟ توی کدوم جنگا مبارزه کردی؟ هیچ کدوم انجام ندادم. پس اصلا آمادگی لازم رو نداری زمینی. این آخرین مبارزت میشه. بجنگید. من شاید تو جنگ شرکت نکردم، ولی بازم یه جنگجوام.
از یک کشاورز ساده شکست خوردی. من آماده مبارزه با رقیب بعدی هستم اولیا حضرت. با کی باید روبرو بشم؟ صبور باش مرد جوان. تا سپیده دم صبر میکنیم. امیدوارم همه شما رو در ضیافت امشب ببینم.